سلام رفقای گل، خیلی خوش اومدید به یکی از ویدیو از چنل یاسی ام تی ای. یاسی ام تی ای هستم و میخوام به آموزش چجوری سی ام کلاینت رو نصب کنید و نحوه ورود به سرورهای مایکروسافت رو بهتون یاد بدم. بریم برای ویدیو. لیتس گو. اولین کار میکنید وارد کروم میشین و توی قسمت سرچ به کروم مینویسین CM کلاینت. همین مینویسین. اولین سایتی که براتون اومد کلیک میکنید روش، سایت CM کلاینت هستی. حالا من لینک سایت رو براتون میذارم تو داخل دیسکریپشن. بعدش میرید رو دانلود یا روی این دانلود میزنید. وقتی روی دانلود زدین میگه پلیز وریفای فایل سورس. یعنی کجا دانلودش کنیم؟ رو پلتفرم مک دانلود بشه یا لینوکس یا اندروید. ما که ویندوزی، رو ویندوز کلیک میکنیم. رو ویندوز وقتی کلیک کردیم باید بستگی به سیستم عاملتون انتخاب کنید. لانچر قدیمی ویندوز 7 یا 8 اگه داشته باشین روی همین کلیک میکنید. اگه کنار ویندوز 10 64 بیت یا 32 بیت، ما 64 بیت هستیم. اینجا میاد یه اروری به شما میدم که میگه فایل مخربه، ولی تنها چیز رو بزنید روی دانلود آن وریفای فایل میزنید. میبینید که داره دانلود میکنه، مزمونی دانلودش. وقتی که دانلود شد وارد شو این فولدر میزنید، واردش میشیم. خب روی ستاپ CM کلاینت میزنید که وارد CM کلاینت بشین. داره اینجا اینستال میکنه. برای وارد اینستالینگ CM کلاینت هست. صبر کنید. میبینید که نصب شد. این از صفحه خودش. الان وقتی نصب بشه اولین اتفاقی میافته براتون، بذار از چی بیام بیرون و یوزر نیم، همین صفحه براتون میاد. شما بزنید اد اکانت، بعد اینجا برای خودتون یه رمز میزنید. همین لوگین و اینجا یوزر نیم تو براتون مینویسید، یوزر نیمو، و اینجا رمز میزنید. حالا هر رمزی 1 2 3 4 یا هر چی دیگه دلتون خواست مینویسین. بعد اگر اکانت مایکروسافت داشتین که بزنید ادوایس مایکروسافت، اگر که نه اد آفلاین رو میزنید. میبینی فعلا برام ارور داد چون من از قبل این اکانت رو وارد کرده بودم. بعد به همه راحتی این از CM کلاینت نصب شد. بریم برای آموزش ورود به سرورها. لیتس گو. خب وقتی وارد همچین صفحه شدید، از این ستینگ میتونید به همه چی دسترسی داشته باشید. به ویدیو ستینگ میتونید، تنظیمات CM کلاینت، تنظیمات گرافیکی و هر چی دیگه رو عوض کنید. ما کاری به جا نداریم. وارد بخش مولتی پلیر میشیم. برای وصل شدن به یه سرور، اینجا اد سرور میزنید، اینجا اسمش میزنید، سرور نیم، مثلا تیرکس ماین. برای سرور آدرسم اون آی پی عددیه یا آی پی به انگلیسی سرور میرسید، مثلا play.txmine.com. خب میزنید رو دان کلیک میکنید، یعنی برای ما آورده ایج. یه رفرش میدین، میبینید که برای ما تعداد پلیرش رو زد. واردش میشیم. وقتی که وارد شده اولی تست بات رو ازتون میگیره، وریفای شدید، دوباره واردش میشیم، ریکانکت رو میزنیم و دوباره واردش میشیم. وقتی که وارد شدید به همچین صفحه میرسید. شما با پسورد من این ور رو اینجا شما ببینید. خب باید با همچین چیزی، همچین CMD بنویسید رجیستر، بعد پسورد، بعد کانفرم پسورد.
مثلا من میرسن 1 2 3 4 1 2 3 4 این دوتا رو میزنید یا هر چی دیگه، فقط مواظب باشید که باید کانفرم بشه اینجا. بعد میزنید رو اوکی. بعدش دیگه رجیستر شدید یا وارد میشید، یا اگر نشدید دوباره لوگین، بعد دوباره همون رمز رو میزنید. دقت کنید یک بار دیگه این بار پسورد میخواد و یادتون باشه که اگر رمزتون فراموش کردید دیگه به هیچ وجه نمیتونید رمزتون برگردونید. مواظب انتخاب رمز باشید. بعد یک مثلا رمزتون رو میزنید، بعد وارد سرور میشید. من رمزم میزنم. وقتی که وارد سرور شدید به همچین محیطی میرسید. اینجا اسما میشید، میتونید بیاید جلو و روی اسکرین های که اینجا هستن کلیک کنید و وارد گیم مود هاشون بشیم. حالا ما خواهیم داخل پرکتیس یا بدوارز میریم. بدوارز وقتی وارد بدوارز شدید از پایین صفحه هم میتونید جوین گیم مود ها بشین. یعنی چی؟ روی اندرپل کویک جون روی گیم سلکتور بزنیم، وارد گیم مود ها میتونیم بشیم. مثلا کریتیو، ایج وارز، اسکای وارز، اف اف آی و پرکتیسی یا بدوارز. روی اینا کلیک کنید میرید داخل همون گیم مود. الان مثلا بریم پرکتیس، یعنی اردون داخل پرکتیس. حالا برای اینکه از پرکتیس بیایم بیرون اسلش لابی رو میزنید، وارد لابی میشید و دوباره میتونید وارد بدوارز بشین. حالا اینجا چندین گیم مود مختلفه: سولو، دابل، تریپل، 4 و یه برم 4 که نوین استریکه و یه برم تک به تک دیگه. میتونید از این قسمت کوست مستر، این قسمت میتونین دیلی کوستاتون فار کنید تا بهتون توکن بازی بده تا باشون کاسمتیک ها بگیرید. کاستومیزه میکنه براتون. مثلا چیکار دیگه بگم؟ همین دیگه. برای وارد شدن به گیم مود ها یا از اندرپل میتونید استفاده کنید: سولو، دابل، تریپل، 4 نفره دیگه برن دیگه گیم مود دیگه. حالا ما میریم سولو. روی سولو کلیک چپ میکنیم و وارد گیم مود میشیم. و اگر دیگه میخواستین برگردین داخل خود لابی که دوباره برین داخل گیم سلکتور، دوباره روی بدی که این گوشه هسته میزنید که اسمش روشه ریتون د لابی. میرین داخل لابی. حالا بریم میریم داخل لابی. با امرالد میتونید همون بخش کاسمتیکس رو باز کنید. با اینم میتونید بدوارز منو هسته، میتونید شاپتون رو تغییر بدین به دلخواه خودتون و لابی سلکتور. رو لابی سلکتور میتونید وارد لابی دیگه بشید. و از این بخش میتونید گیم مود های تگ نفره رو برای تمرین استفاده کنید. الان ما بریم تو این گیم مود بریج میتونید تمرین بریج کنید و تایم بریزتون زیر کمتر کنید. خب ما الان این نمیخوایم. خب بعد کامنده های پارتی کریت، پارتی دیزبند، پارتی اینوایت، پارتی ریموو، پارتی اکسپت، پارتی لیو، پارتی لیست، پارتی چت، پارتی میوت، پارتی وارپ و پارتی ترانسفر و پارتی پرایوت. اینا چی کار میکنن؟ پارتی که برای خودتون یه پارتی درست میکنید که پلیرها دیگه میتونید اینوایت بهشون بدید. مثلا من میتونم بریسم به اینوایت آقا موز، بعد طرف وقتی اینوایت براش میاد بعد روی اکسپت بزنه. حالا من میتونم یه اینوایت بگیرم. فقط میخواستم بگم میزونو. وقتی که پارتی اینوایت به یک پلیر میدید یا میتونه پارتی پارتی یا به اکسپت رو بزنه یا میتونه رو کلیک هر تو اکسپت رو بزنه. حالا ما بزنیم میری پارتی اکسپت میشه.
حالا نمیخوایم باش بلی اجازه بدید یه لحظه زبط. نه اجازه بدید آقای نوبت یه لحظه زبط. اجازه بدید این نمیشه. خب این از پارتی اینوایت و پارتی اکسپت. حالا اگه دوست نداشتین داخل اون پارتی بمونید ازش په لیو رو میزنید. برای دیدن لیست پلیرهایی که داخل پارتیتون هستن ازش به لیست رو میزنید. حالا یه پارتی درست کنم و به لیست. الان این قسمت پارتی ممبر 1 که خودم هستم، پارتی لیتر و پایین ممبر ها رو نشون میدم. پارتی میوت. پارتی میوت چیکار میکنه؟ چت پارتیتون رو میوت میکنه، دیگه نمیتونه داخل هیچ که داخل پارتیتون پیام بده. پارتی وارپ همه پلیرها به لیدر یا کسی که پارتی رو کریت کرده تلپورت میکنه. پارتی ترانسفر چیکار میکنه؟ مثلا شما از گیم خسته شدید میخوای بری پیروز ولی دلتون نمیخواد پارتی خراب بشه و پلیرها زیادی تو پارتی هستن. با اساش پارتی ترانسفر و نیم پلیر میتونید به یک پلیر لیدری پارتیتون رو بهشون بدین و سرگروه پارتیتون میشه. پارتی پرایوت چیزی هست که فقط برای رنک تیرکس، یک قابلیت برای رنک تیرکس. چیکار میکنه؟ یک پرایوت گیم درست میکنه برای پارتی. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما 4 نفریم دلمون نمیخواد با بقیه پلیر رو بازی کنیم، همین پارتی پرایوت رو مینویسه و دابل رو کلیک میکنه و میره داخلش، همون 4 نفر میمونن میرن با هم دیگه بازی میکنن. خب این بود از این ویدیو. ممنون که تا آخر نگاه کردید. برای آموزش بیشتر منو سابسکرایب و این ویدیو اگه ازتون از همین ویدیو خوشش اومد لایک کنید و زنگوله بغل سابسکرایبم فعال کنید تا وقتی ویدیو گذاشتم آپلود دیگه بدو بیا یاسین ویدیو گذاشته. مرسی از چشمای گلتون. خدافظ. Yeah.